سلام دوستان، چه خبر؟ ما در این قسمت قصد داریم زندگی نامه هاشیرای مار اوبانای ایگورو رو براتون بگیم. همونطور که میدونید یا شاید هم نمیدونید، زندگی نامه تمام هاشیراها رو در کانال خودمون قرار خواهیم داد. لایک و کامنت ساب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. اوبانای ایگورو یک شیطانکش و ستون مار در دسته شیطانکش ها بود. اوبانای در قبیله یا خانواده‌ای از دزدان متولد شد که از ثروت بسیاری برخوردار بودند و این ثروت را از افراد کشته شده توسط شیطان مار به دست آورده بودند. شیطانی که آن را ستایش می‌کرد. این شیطان در فرم یک زن با صورت و پایین تنه مار بود که علاقه زیادی به بچه‌های تازه متولد شده داشت. بچه‌هایی که خانواده اوبانای در قبال ثروت برای او قربانی می‌کردند. اوبانای به عنوان اولین پسر در این خانواده متولد شد و مدت 12 سال تمام روزهای زندگی خود را توسط خانواده‌اش در یک قفس چوبی حبس بود و خانواده او اصرار داشتند تا برای او ظرف‌هایی از غذای غنی بیاورند تا حدی که او از آنها خسته شد. شیطان مار همچنین به اوبانای علاقه داشت، چرا که اوبانای یک پسر بچه نادر با چشمانی چند رنگ بود. این شیطان شب‌ها را اطراف قفس او گشت می‌زد و در تاریکی به او خیره می‌شد، موضوعی که باعث ترس اوبانای می‌شد و او نمی‌توانست بخوابد. زمانی که اوبانای به 12 سالگی رسید، او سرانجام از سلولش خارج شد. او به اتاقی همانند یک معبد گرانبها برده شد و در آنجا برای اولین بار با شیطان مار به شکل مستقیم رو در رو شد. این شیطان اظهار کرد که اوبانای برای خورده شدن خیلی کوچک است و او باید کمی بیشتر منتظر بماند. این شیطان تصمیم گرفت تا دهان اوبانای را تا گوشهایش شکاف دهد تا شبیه به خودش شود. خون ریخته شده از این فرایند نیز در کاسه‌ای جمع شد تا او بعداً بتواند آن را بنوشد. اوبانای به سلولش بازگردانده شد و تنها فکرش فرار و بقا بود. او به وسیله یک سنجاق مو که کش رفته بود در هنگام شب شروع به کندن سلولش کرد. تنها موجودی که او میتوانست به آن اعتماد کنند ماری بود به نام کابورا مارو که در قفس او ول میگشت. سرانجام اوبانای موفق به فرار شد. او در هنگام فرار توسط شیطان مار تحت تعقیب قرار گرفت و نزدیک بود گرفتار و کشته شود، اما او به طور اتفاقی توسط ستون شعله نجات پیدا کرد. شیطان مار به خاطر فرار کردن اوبانای تمام 50 بستگان او را کشت و تنها فرد بازمانده پسر عموی بزرگتر او بود، کسی که او نیز توسط ستون نامبرده نجات پیدا کرد. با این حال وقتی پسر عمویش به او پیوست، او را به خاطر مرگ خانواده‌اش سرزنش و طرد کرد. اوبانای به خاطر تأثیر حرفهای پسر عمویش به دسته شیطانکش‌ها پیوست و تصمیم گرفت تمام خشم خود را بر سر شیاطین خالی کند. او باور داشت که با به خطر انداختن جان خود برای نجات دیگران احساس بهتری خواهد داشت. قدرت‌ها و توانایی‌ها: توانایی‌های طبیعی، استاد شمشیرزنی، قدرت پیشرفته، پایداری پیشرفته، نشان شیطانکش. شمشیرزنی، سلاح منحصر به فرد، شمشیر نشین سرخ کریمسون، سبک تنفس مار شامل 5 فرم. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت ساب فراموش نشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا.